این بچه ماست. درس تو خوندی؟ این چیه پوشیدی؟ اینا کیم باشون میگردی؟ سرت کمش تو گوشیه؟ این چه اخلاقیه؟ وقتی به بچه تذکر پیاپی و دارکوبوار میدی، داری رو مغز خودت و خانواده و بچت رژه میری. این مثل شکنجه‌های ساواک میمونا. حالا بدتر این کارو برمیداری توی جمع انجامش میدی. شخصیت بچه له میشه، تحقیر میشه، حس خرد شدن میکنه. با این بچه حالا چیکار بکنی؟ حالا یه سوال از خودتون دارم، تا حالا تو جمع و مهمونی و فامیل کسی ازتون انتقاد کرده؟ اثر مثبتی داشته؟ حال خوبی به شما منتقل شده؟ خب اگر اثر منفی داشته، چرا دارید این کار غلط رو روی بچه خودتون تکرار میکنید؟ به جای این کار بذار وقتی رفتین خونه دوتایی بشینین با هم صحبت کنید. تو این صحبت دو نفره 5 تا نکته رو باید رعایت بکنی. 1. بین شخصیت و کار بچت باید فرق بذاری. باید بفهمه تو از رفتارش ناراحتی و خودشو دوست داری. 2. نذار زمان زیادی بگذره. بچه‌ها فراموش میکنن داستان چی بود، تو از چی ناراحت شدی. همون فرداش باهاش صحبت کن. 3. همون چیزی که ناراحتت کرده رو شفاف و با جزئیات بگو. بچه‌ها حرفای کلی رو متوجه نمیشن. 4. تعمیمش نده به همه کاراش، چون الان ناراحتی که نباید همه کاراشو زیر سوال ببری. 5. آخر این صحبت دو نفره برای اینکه این اتفاق ناراحت کننده تکرار نشه، براش قانون و چارچوب بذارید و خودت هم بهش پایبند